اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز، شکر الله مهربان که هفته سپری شد و ما باز با شما در برنامه آستانه هستیم. یکی از مسئله های خیلی مهمی عائلوی، فردی و جامعوی که تمام تاجیکستان بلکه تمام جامعه تاجیکی را فرا گرفته است، این مسئله سحر و جادو می باشد. سحر و جادویی که اکثریت را به مشاکل گرفتار کرده است که تمام عمر پابند آن مانده اند. عقب ماندگی مردم از اعتقاد صحیح، خالی ماندن فضا از علما و دانشمندان اصیل سبب گشته است که همه روزه ده ها جادوگر با نام مولا و طبیب و البته که فالبین آینده دین و دنیای همه مردم را و خود را سوزانند و اکثریت مردم برای حل مشکل‌های خود به جای به نزد طبیب رفتن و یا به نزد یک عالمی که از دین و از آیین با خبر است به نزد او رفتن، به نزد فالبین‌های می‌روند که آن فالبین‌ها با جادوی خود تمام عمر اینها را پابند خود می‌کنند. امروز مردم زیادی را می‌بینیم که باور می‌کنند که یک فالبین به کارهای قادر است که هیچ یک طبیب دیگری به آن قادر نیست و بیماری هایی که حتی به طبیب نیاز دارد و به طبیب اعصاب نیاز دارد میبرند و نزد فالبین شکایت میکنند. فالبین که این را انتظار است هم برای او مزد است و هم برای او زیاد کردن لشکر است، البته که لبیگویان او را قبول میکند. اینجا بیاید درباره حقیقت سحر و جادو و درباره فالبین ها که اینها چه خیل هستند، چگونه جادو میکنند، تا چه اندازه جادو حقیقت دارد و تاثیر دارد و تا چه اندازه هر یک مسلمان میتواند خود را از این فریب و نیرنگ و این چنین از گرفتاری به جادوگری نجات دهد، در این برنامه با هم صحبت کنیم. پیش از همه نگفته نماند که سحر و جادو در شریعت حقیقت دارد و هر کسی که سحر را انکار میکند او آیت الله را انکار کرده ایستاده است که کمی بعد در این باره با هم صحبت خواهیم کرد. بیاید معنای سحر و جادو را از نزدیک ببینیم. در کتاب مغنی آمده است که هر کاری که و یا هر بستنی گره و یا خواندن دعایی که در قرآن وجود ندارد، در حدیث وجود ندارد، خون کردن حیوان و یا گفتن سخنهایی که اصلا هیچ معنی برای ما معلوم ندارند گفتن و به کسی زیان رسیدن را سحر میگویند و ساحر از طریقه غیر مباشری یا خود پنهانی به یک نفر ضررهای میرساند که شاید هیچ نفری دیگر نتواند. ساحر میتواند با یک سحر و جادوی خود زن و شوهر را از هم جدا کند، با یک سحر و جادوی خود یک نفر را بیمار کند، بیماری که تمام گفته‌هایش را فراموش کند، زندگی خود را از دست دهد. ساحر میتواند حتی یک نفر را به قتل برساند. برای همین خودی سحر و فالبینی گفتن خیلی آسان و ساده است، اما در اصل خیلی مسئله های جدی می باشد. وقتی گفتیم یک ساحر قادر است که زن و شوهر را از هم جدا کند و یا یک نفر را بیماری شدید کند، یک حامله را کودکش را بکشد و یا یک نفر را تا مرگ برساند، چطور یک انسان عادی این کار را کرده می تواند؟ پس جادوگر و یا فالبین ها که همون جادوگرهای عصر امروزه هستند، این کارها و یا این بلاها را بالای مردم خود به خود نمی آورند. آنها این عملها را با کمک شیطان و یا جنهای کافر و مسلمانی که در ایمان خود قوی نیستند انجام می دهند. برای همین وقتی به خود جادوگر و فالبین ها نگاه میکنیم میبینیم که وقتی که آنها
سحر و جادو میکنند چیزهایی را میگویند که در شریعت وجود ندارد و یا کارهایی را میکنند که آمیخته است. در آنجا کلمه بسم الله هم هست، در آنجا قرآن هم هست، اما در دوامش سخنهایی هست که ضد شریعت است، مثل اینکه من بنده تویم یا اینکه بر من لعنت اگر بنده ام نباشد. یعنی سخنهای زیاده که هر کسی که در نزد فالبین یا به پیش فالبین رفته است این را کرده میتواند. و اینجا در کتاب‌هایی که درباره سحر نوشته شده است آمده است که هر نفری که یا خود هر ساحره که میخواهد ساحر شود و فالبین شود، او با یکی از رؤسا و یا خود جن‌های آبرومند شناس می شود و طریقه شناس شدن را خود جادوگرها می دانند، از همدیگر همچون علم میراث می گیرند. و وقتی یک فالبین با یک جن شناس می شود، آن جن پیش از آن که به این فالبین خدمتگزار دهد و یا خود خادمش باشد، از این فالبین دائما طلب میکند که اول شده عملهایی که این فالبین را از دین میبرارد آن را انجام دهد. مثل اینکه میگوید حیوان را به بسم الله میکشی، به فلان قبرستان میبری و میپرتایی، و یا حیوان مرغ را میکشی به یک دشت و دله میبری، یا اینکه قرآن را برعکس می نویسی. برای همین بسیار نوشتجات و یا تومارهایی که فالبین ها نوشته اند در آنجا آیت های قرآن را به همدیگر آمیخته می کنند. کلمه از قرآن، کلمه با رقم یا چیز دیگری می نویسند. و این چونین اکثریت فالبین ها با نجوم یا خود ستاره های آسمانی صحبت می کنند و سجده می کنند و این هم یک طلبی شیاطین جن است که می خواهد فالبین اولا پیش از اینکه از او کمک بپرسد به پروردگارش کافر شود. سپس بعد از این او می تواند از طریقه جن برای خود کسب کار تیاری را بخرد و با آن هم برای مردم گویا که فایده رسانیده ایستاده است و هم خود را و آخرت خود را و دنیای خود را فروخته ایستاده است. و اینجا چیز عجیب این است که هر نفری که عزیزان شما یگان فالبین را یا جادوگر را میشناسید، البته در شکل و روی او دیده میتواند که این انسان با جن و با شیطان کار میبرد، برای آنکه یگان فالبین صورت نورانی ندارد. و البته که اگر فالبین زن باشد با شوهر خود معامله خوب ندارد، اگر مرد جادوگر باشد با همسر خود. در عائله فرزندها دختر و یا پسر یک بیمار هستند و یا یگان مشکلاتی خیلی خیلی سنگین در زندگی آنها قرار دارد. برای همین الله میگوید و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. هر کسی که از ذکر من روی گردانید، از دین من روی گردانید، من برای او زندگی تنگ و تاریک را نصیب میکنم. اگرچه فالبین ها مشکل کشای مردم هستند، اما اگر از نزدیک شناس شدیم میبینیم که چقدر مشکلی های خود را قادر نیستند حل کنند. آن مشکلی هایی که گویا حل کرده ایستاده اند از مردم، همش به کمک جنی هست که به عوض ایمان خود آن را خریده هستند. و اینجا اگر ما خودمان به بعضی انسان ها نگاه کنیم، بعضی ها میگویند من الحمدلله مسلمان هستم، اما به سحر و جادو و جن و عالم غیب هیچ ایمان ندارم. و حتی یکی از خواهرها میگفت مادر من خودش ببخشید خیلی زنی با اعتقاد است، اما اصلا جن را خرافات میداند. و چون سحر و جادو و تاثیر آن خیلی به عالم جن دو با هم رابطه دارند، بیایید درباره جن دو آیت و یا یک کوتاه حقیقت صحبت کنیم تا که مردم بدانند که جن خرافات نیست. اگر به قرآن کریم نگاه کنیم، آیت های زیادی درباره جن خودش حکایت میکند و در ما سوره کامل درباره جن ها هست. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا. ای محمد بگو به مسلمان ها که به من وحی شد که قرآنی که من خوانده ایستاده بودم، گروه از جن ها یا نفر از جن ها آن را شنیده است و گفته است چه قرآنی عجیبه. پس هر کسی که انکار میکند که جن وجود ندارد و یا خرافات است، او گویا که انکار کرده ایستاده است آیات قرآن و سوره های قرآن را. و در ما حدیث در صحیح مسلم هم هست که عبدالله ابن مسعود میگویند بار ما پیامبر صلی الله علیه و سلم را بیگهی گم کردیم.
نمیدونیم پیامبر به کجا رفتند. همه جا رو میگشتیم. خیلی ترسیدیم که کسی به جان پیامبر سوء قصد نکرده باشد و یا کسی پیامبر رو ندزدیده باشد. آن شب برای ما بدترین شب بود تا اینکه صبح شد و دیدیم که پیامبر از طرف حرا آمده ایستادند و گفتیم پیامبر الله تمام شب شما رو کفت و کاو کردیم، خیلی شب بد برایمان گذشت. پیامبر گفتند میدانید بگهی به نزد من یکی از دعوتگران جن آمد و مرا با خود ببرد و من برای آنها سوره ها را از قرآن کریم خواندم. عبدالله ابن مسعود میگویند پیامبر به ما اثرهای جن و اثرهای آتشهای جن را نشان دادند که من در همین جا با جنها واخوردم. سپس جنها در همین ملاقات به پیامبر میگویند که ما چی خوریم بعد از مسلمان شدن و از خوراک ما چی است. پیامبر به آنها میگویند شما هر استخوانی که با بسم الله حیوانی آن کشته شده است آن را بخورید. به دستتان استخوان را گرفتید، رزق شما از نو به آن گوشت میدمد و خوراک حیوانات شما اخلاط چارپایانی ما می باشد. سپس پیامبر میگویند هرگز نجاست را با استخوان پاک نکنید. با استخوان شما استنجا نکنید چون استخوان خوراک برادران شما جن می باشد. پس این حدیثی که در صحیح مسلم آمده است خود دلالت به آن می کند که جن وجود دارد و خود عالم جن خرافات نیست. و البته بعضی نفران دیگر هم هستند که میگویند اصلا به سحر باور نکنید. مخصوصا بعضی از طبیبان اعصاب و روانشناسی میگویند مردم عصبشون خراب است، مردم اعصابشون خسته است، میگوید سحر شدن. سحر اصلا وجود ندارد. و بعضی دیگر هم میگویند به سحر باور نکنید، خرافات است. اما خود سحر هم تأثیر آن هم در قرآن آمدگی هست، هم در حدیث و هم واقعیت به این شهادت می‌دهد. در قرآن در آیه 102 سوره بقره الله میگوید فیتعلمون ما یفرقون به بین المرء و زوجه و ساحرها جادوگرها چگونه بین زن و شوهر جدایی انداختن را یاد گرفته بودند. و این چنین میگوید و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم و این چنین چه چیز برای آنها ضرر میرساند آن را یاد گرفته بودند و سحر بجز ضرر چیزی دیگری نمی آورد. این چنین در کتاب های سنن علل خصوص بخاری و مسلم هم حدیث حضرت عایشه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم را جمع از یهود به نزد لبید ابن اعصم رفته سحر کرده بودند. یک دخترچه خادم پیامبر بود، به خانه پیامبر آمده می رفت به نزد حضرت عایشه و آن دخترچه را می گویند شانه های پیامبر و موی سر پیامبر را به ما بیار. سپس آن موی سر و شانه را به دست لبید ابن اعصم می دهند و یک چند تنگه طلا می دهند. لبید خود یک ساحر مشهور بود، آنها را می گیرد و پیامبر را سحر می کند. حضرت عایشه می گویند سحر به پیامبر چنان تاثیر کرده بود که به همسران خود نزدیکی کرده نمی توانستند. این سحر به اعصاب پیامبر و یا به ذهن و عقل پیامبر نیو به جسم پیامبر تاثیر کرده بود که این گونه تاثیر جن این گونه تاثیر جن خیلی زیاد است که مرد نمیتواند به همسرش نزدیکی کند. سپس حضرت عایشه میگویند مدت در بعض روایت ها تا چند ماه، در بعض روایت ها 40 روز پیامبر نمیتوانستند به همسران خود نزدیکی کنند تا اینکه شب پیامبر خیلی و خیلی دعا کردند، به الله تضرع کردند تا اینکه در خواب دیدند که 2 نفر فرشته آمد و گفت این مرد را سحر کردند. لبید ابن اعصم از مویهای این مرد یعنی پیامبر سحر کرد و آن را زیر درخت در نزد فلان چاه آن را گذاشت و پیامبر پس از این خواب را دیدن میخیزند و به اصحاب خود میگویند به نزد فلان چاه بروید و از زیر ریشه های همان درخت آن سحر را بگیرید. در حقیقت در آنجا سحر وجود داشت و وقتی سحر را میگیرند حضرت عایشه میگویند پیامبر آن را نابود نکردید. پیامبر میگویند پیامبر الله مرا نجات داد
ولیکن من نمیخواستم که اگر آن سحر مبادا در همانجا نابود شود، شاید ضرری آن سحر به اطرافیان که صحابگان بودند برسد. و آنجا میگویند در همین خواب پیامبر یا در همین مدتی که پیامبر سحر شدند، سوره قل اعوذ برب الفلق و الناس نازل شد که برای شفای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. و این حدیث را کسی انکار کرده نمیتواند، چون در تمام کتاب‌های صحیح وجود دارد. و عزیزان، در خود حیات واقعی هم دیده میتوانیم که زن و شوهر با هم خیلی خوب هستند، فرزنددار هستند، همه چیز دارند. یک بار زن به یک نفر تبدیل می شود که میگوید شوهرم را دیدم بوغه می شوم، نفسگیر می شوم، دیده نمیتوانم. و یا بعضی از مردها میگویند من در صورت زنم چیزی دیگر میبینم. یک خواهر گریه کنان حکایت میکرد که میگوید چیزی شد که شوهرم وقتی مرا میدید میگفت در صورتت سگ را دیده ایستادم، از تو ترسیده ایستادم، با همین من و شوهرم از هم جدا شدیم. پس میشود که یک نفر رو سحر میکنند بیمار میشود، یک نفر رو سحر میکنند دیدنی همسری خود را ندارد. این سحر خرافات نیست و این هم حقیقت دارد. و درباره خیل‌های سحر چند نمود می شود و چه خیل می شود؟ از همه نمود مشهور سحر همین سحری که الان گفتیم با کمک شیطان و یا لشکرهای شیطان است که گفتیم ساحره و یا فالبین پیش از اینکه برای خود دو سه خدمتگار از جن ها گیرد حتما از دین می براید. کاری که به کفر او را ابلیس امر می کند آن را انجام می دهد. سپس به واسطه جن ها یک نفر را یا بیمار می کند که به داخل فلانی رو، یا یک نفر را به خانه کسی می فرستد که در آن خانه همه را می ترساند، یا به صورت زن می دراید و مرد را می ترساند، یا برعکس، یا اینکه یک نفر را چنان بیمار می کند که آن نفر یک بار کاری که می کرد کلا عکسش را می کند. این چنین نمود دیگر سحر هست که سحر با کواکب یا خود ستاره های آسمان و سیاره ها می گویند که این نمود سحر اساسا در کلدون ها دیده می شود که در جای های ما اونقدر مشهور نیست. اما در ما ایده از جادوگرهای دروغین وجود دارند. جادوگرهایی که همیشه میگویند من کرامات دارم، من در خواب دیدم، من آیندگویی میکنم، من دستم را به سر کسی رسانیدم از شفا مییابد و من در خوابم فرشته آمد و گفت سر همه را مالش بده و از این چیزها که هیچ اساس ندارد. در اصل خودشان را ساحر جادوگر میگیرند، اما نه جن دیدگی هستند و نه خواب دیدگی هستند. فقط میخواهند در نزد مردم آبرو پیدا کنند و اعتقاد مردم را با سخنهای دروغ خود به خود جذب کنند. و گروه دیگری هستند که چشمبند یا فکسیور میگن. آنها هم میتوانند سحر کنند، اما سحرهایی که دقت مردم را جلب میکنند و به کارهای دیگر مشغول میشوند که انسان گمان میکند اینها کارهای عجیب غریب کرده ایستادند. در اصل اینها فقط چشم مردم را به جای جلب میکنند و عمل دیگر را انجام میدهند. اما از همه این سحرها، از همه سحری که زیان زیاد دارد و مردم را خیلی به یک درجه رسانیده است، این سحری است که فالبین ها یا جادوگرها به واسطه جن ها انجام می دهند و مردم را به بیماری و به تفریقه می رسانند. و چه خیلی که گفتیم واحد ابن عبدالسلام یکی از متخصصان گویم در ساحه برآوردن جن و چقدر کتاب در این باره هم دارند و خودشون عالم مشهور مصر هستند، میگویند شما بدانید که یک انسان بیهوده رفته با جن اتفاق نمی کند. پیش از اینکه با جن یک نفر اتفاق کند او حتما می رود و با کلان جن ها گپ می زند. چگونه که در انسان ها یک نفر داریم سردار رئیس، دیگرها آن را گوش می کنند، در بین جن ها هم جماعت سردارها هستند و ساحره با یکی از سردارها صحبت میکند که گفته را میکنم برای من یک چند جن ها رو خادم بده و آن برای این زن به عوض البته کارهای کفری که انجام داد خادم میدهد. اینجا عزیزان یک مصیبت خیلی بزرگ در جامعه تاجیکستان، شاید در آسیای میانه هم باشد، این است که مردم بین جادوگر و بین یک انسانی عالم و دانشمندی که از قرآن و از سنت با خبر هست و پیرو پیامبر است فرق نمی کند.
جادوگر را اکثریت مولا جادوگر نعوذ بالله میگویند، یا اینکه میگویند بی بی خلیفه مولا بخشی. یعنی اونقدر آمیختگی شده است و یک چند نفرهای جادوگر با بسم الله گفتن و با بعضی از آیت ها را خواندن خود را به مردم فالبینی یا جادوگری خود را بیان نکرده گویا که یک نفری دیندار وانمود میکنند. البته که انسان به کمک همدیگر همیشه نیاز دارد. یک نفر بیمار می شود، فکر می کند که به او سحر و جادو رسید، و یا یک نفر می داند که ترسیده است، در او یگان زیانی دارد، او می خواهد به نزد کسی رود تا به او قرآن بخوانند، برایش رقیه شرعی بخوانند و شفا یابند. و ندانسته یک باره انسان به دست یک فالبین می افتد. فالبینی که وقتی برچه به دستش آمد البته که تا آخر او را پوست میکند و لشکر خودش میگرداند. و عزیزان، برای جدا کردن اینکه این انسان فالبین است، این انسان به اصطلاح خودمان مولا نیست، از قرآن و از حدیث این معالجه نمی کند، این انسان به واسطه جن شما را معالجه میکند و به تو فاتحه دادم گویان شما را هم یک جادوگر دیگر و مرید خودش میکند، این گونه انسان ها را برای شناختن اینجا یک چند نشانه های را در کتاب های سحر پیدا کرده می توانیم. اولین این است که وقتی به نزدش رفتید میگوید از خودت یگان لباس یگان چیزی را به نزد من گذار. یعنی اساسا لباس های تحپوشی و یا یگان قطره از مثلا لباس هایی که در آن عرق هست یا از موی هایت، یعنی جزء از لباسی که به بدن تو رسیده است در نزد من بماند. و یا اینکه میگوید به نزد من آمدی خوب کردی، الان وقتی میروی حتما به نزد من یگان حیوان را بیار. و اکثریت مرغ میگویند یا بعضی ها حتی گوسفند میگویند و آن را در نزد من خون میکنی، خونش را به سر تو میمالیم، بقیه گوشتش را میبری و میپرتایی، یا اینکه بقیه گوشتش را بین هم تقسیم میکنیم. مهم خون کردن به نام الله. یا اینکه میگوید من به تو چیزی را میدهم، تو این را الان میبری میسوزانی، از دودش به خود نفس میگیری و حتی خاکسترش را به پیشانی هایش میمالی و یا به پیشانی هایت میمالی. ببخشید. یا اینکه میگوید نام مادرت را، مادر بزرگت را بگو. یعنی اینها هیچ رابطه با رقیه شرعی ندارند. یا بعضی جادوگرها میگویند باید مدت خلوت نشینی، با کسی روپرو نشوی، حتما از چشم مردم باید دور باشی. بعضی از جادوگرهای دیگر میگویند تا چند روز خود را به آب نزدیک نکن. یعنی تو نباید به آب نزدیکی کنی، خودت را شستشو کنی. و این گونه سخنهایی که الان گفته ایستاده ایم یگان تاش در شرطهای رقیه خوانی و یا دم انداختن با قرآن و با دعاهای در سنت بودن است. اینها همه اش از کارهایی هستند که جادوگرها، ساحره، همان فالبین هایی که ما میدانیم میگویند لباست را بیار، از چیزی میدی هم ببرو، آن را گور کن، تخم بیار همراهت، گوشت بیار همراهت، حیوان بیار همراهت. اینا همش چی است؟ همش از نشانه هایی هست که این انسانی که شما به دم درش رفتید این انسان فالبین است. این انسان هرگز از ملاهایی که با قرآن و با سنت دم میدهد او نیست. پس اینجا چیزی دیگر هم هست عزیزان، به این چیز باید خیلی خیلی اهمیت دهیم. بعضی ها بین کرامات و بین سحر و جادو هم فرق کرده نمیتوانند. یک فالبین وقتی که از طریقه جن کار میکند گمان میکند این انسان تقوادار است، این انسان کرامات دارد، در حالی که کرامات خاص انسان‌های تقوادار است. انسان‌هایی که نمازخوان هستند، قرآن خوان هستند، تقوادار هستند، عملی آنها، کسب آنها جنبراری و فالبینی نیست، بلکه آنها همیشه با عمل‌های صالح خود در بین مردم مشهور هستند. این گونه انسان‌ها در حقیقت بعضی کرامات داشتنشان ممکن که در قرآن هم است، در احادیث هم است که حضرت مریم وقتی از خواب میخیزند یا در زمستان در خانهشان انگور میوه های تابستانی پیدا میشد.
برای این کرامات حضرت مریم بود که پیامبر نبودن، و یا اینکه بعضی از صحابه ها میگویند من با فرشته سلام میکنم. این کرامات در انسان های تقوادار دیده می شود. یا اویس قرنی که اولیا بود و دعایش همیشه اجابت میشد. اما فالبین کاری که میکند میدانیم که وی فالبین است. در وی نه قرآن خوانی، نه نمازهای تهجد، نه در آن عملهای صالح بجز فالبینی نمیبینیم. برای همین یک نفر به ناگهان آینده شما رو گفت، گمان نکنید که این انسان کرامات کرده ایستاده است. این انسان الان از انسانهای اولیا است. این یک فالبین است که با یاری جنها به شما این چیزها رو میگوید. و مشکلی در آن است که هر کسی که به نزد فالبین رفت در شریعت و گفت این فالبین راست میگوید، گپش حقیقت دارد، موافق حدیث پیامبر این انسان از دین خارج می شود. حدیث در بزار است که پیامبر میگویند من اتی کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. هر کسی که نزد جادوگر فالبین رود و گوید او راست گفت و تصدیق کرد، در حقیقت به آن چیزی که به پیامبر محمد نازل شد او کفر آورده است. پس خیلی و خیلی احتیاط باشیم برای آن که یک بار رفتن به نزد فالبین و گفته او را تصدیق کردن موافق این حدیث پیامبر انسان از دین خارج می شود. و خود فالبین ها اگر از روی شریعت حکم کنیم، اگر حاکمیت از روی شریعت باشد، در نزد تمام مذهب ها حتی مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه گردن زدن است. برای اون که اگر به فقه حنفی و دیگر فقه تمامی مذهب ها نگاه کنیم هم میگویند حضرت عمر گفته بودند اقتلوا کل ساحر و ساحره، شما تمام زنهای جادوگر و مردهای جادوگر را بکشید. و میگویند برای اون که جادوگرها بجز این که با کفر به جادوگری میرسند، آنها بین مردم فساد را میکنند، تفریقه را میکنند که دیگرها کرده نمیتواند. برای همین برای از زمین پاک شدن فساد جزای این گونه فالبین ها در شریعت در مذهب ابو حنیفه حتی قتل است. اگر توبه کردن، بازگشتن، از کارشان دست کشیدن، البته که توبه همیشه در نزد الله مقبول می باشد. و اینجا عزیزان میخواهم به سمع شما یکی از مشهورترین نوعهای سحر رو، خیلی سحر جادو رو گویم. در ما چند نمود سحر و جادو است گفتیم: بیمار کردن، یا اینکه خانه یک نفر رو ویران کردن، و اینجا ویران کردن و یا تفریقه انداختن بین زن و شوهر. این یکی از سحرها یا جادوهای خیلی مشهور است، خیلی خیلی مشهور است. اگر نگاه کنیم به قرآن هم خیلی که گفتیم و یتعلمون ما یفرقون به بین المرء و زوجه، الله میگوید اساساً ساحره ها یاد میگیرند جدا کردن بین زن و شوهر را. این مشهورترین نوعش است که ساحره یا جادوگر و فالبین اساسی هدفشون جدا کنی بین زن و شوهر است، چون این هدف ابلیس هم هست. ابلیس خودش از پدر شیطان ها می باشد و تا روز قیامت برای عمر داده شده است تا که مردم را تا می تواند چه کار کند؟ به ضلالت کشاند. در صحیح مسلم حدیث جابر است که پیامبر میگویند ابلیس خودش، یعنی شاه شیطان جن ها، خودش یک تخته را دارد در بالای آب و به هر سو گروه های خودش را روان میکند. دقت کنید، حدیث در مسلم است. به هر سو گروه های خودش را روان میکند. بعضی گروه ها آمده میگویند من امروز چنین کردم چنان کردم. ابلیس میگوید کار نکردی. اما یک گروه یا یک طایفه آمده میگویند امروز بین زن و شوهر توانستم که جدایی اندازم، فلانی زنش را طلاق داد یا فلانی از شوهرش جدا شد. ابلیس میگوید بهترین کار کردی، بیا به نزد من بنشین، تو مقرب من هستی. پس هدف ابلیس هم جدا کردن بین زن و شوهر است که اگر بین زن و شوهر جدایی افتید چقدر جامعه پراکنده می شود، انسان ها به گناه می روند. برای همین اگر ما دیدیم که یک باره زن و شوهر خیلی خوب بودند، دشمنی همدیگر شدند، یعنی از محبت به عداوت زندگی تبدیل شد، یک باره هیچ سبب نیست، یک باره در مدت یک روز دو روز، یعنی جنگ های عادی می شود در هر یک خانه،
لیکن یک بار تا درجه که زن میگوید من شوهرم رو دیده نمیتوانم، یا مرد میگوید من طاقت ندارم به خانه که زنم هست درایم، بدونید که اینجا سحر وجود دارد. یا اینکه یک باره به شک و شبهه افتادن. مرد همیشه در شبهه هست، همیشه آرام بود، الان زنی من به کدام چی کار دارد، یا زن همیشه مشکوک است، الان چی کار کرده ایستاده باشد، الان مرا این طلاق دادن است، الان مرا کشتن است. یعنی شبهه های خیلی دهشت. این هم از علامت های جادو است. و این چونین در درون خانه نفسگیر شدن. زن میگوید شوهرم به من نزدیکی کرد، من خیلی نفسگیر میشوم، نمیتوانم. یا شوهر میگوید به خانه خودمان که در آمدم من درد سر سخت میشوم و یا بیمار میشوم، من در آنجا دیگر ایستاده نمیتوانم. اینها همش علامت های سحر و جادو است که نفر اینها را سحر و جادو کرده است. یعنی یک بار تغییرات زندگی از محبت به دشمنی و به یک حالتی که دیگر یکدیگر رو طاقت کرده نمیتوانند، اینها همش نشانه های سحر و جادو بودن است. و در این باره چی کار کنیم؟ وقتی فهمیدیم که زن و شوهر به این حالت گرفتار شدند، البته که به نزد ساحره یا فالبینی دیگر نمی روید که حیاتمون چنین است. این را با قرآن خواندن، با ذکرهایی که در خود احادیث پیامبر آمدگی هست، از سوره بقره مثلا آخر آیتش آمن رسول الف لام میم اولش 7 بار خوندن، یعنی اینها رو میتوانید در اینترنت هم پیدا کنیم. تمام ذکر و یا آیات های شفا رو میخونند و میتوانند حتی به آب خوانند و به اون نفس زنند و دهند که زن و شوهر از اون بنوشند. و این چونین انسان هایی که از قرآن با خبر هستند، از حدیث با خبر هستند، کسب آنها جن براری نه، سحرکشایی نه، کسب آنها خودشان شریعت را خواندگی هستند، اما در این باره معلومات دارند. البته با این راه ها حتما میتوانند این سحر را کشایند. و در وقتی سحر را کشودن، خودی همین واحد عبدالسلام میگویند وقتی مرد میگویند به نزد من آمد و گفت زنم مرا دید به فریاد در آمده ایستاده است، یعنی در صورتی تو من شکل دیگری رو دیده ایستادم، از به نظرم نبیو، من تو رو دیدن نمیخوام. شیخ یا خود استاد میگویند من گفتم زنت سحر دارد اینجا بیار. و وقتی میگویند من زن را دعاخوانی را شروع کردم، جن از نام زن صحبت کرد و گفت من در داخل این زن هستم و من نمی برایم. وقتی گفتم چرا نمی برایی؟ گفت اگر من برآمدم جادوگری که مرا به درون این فرستاد مرا میکشد و دیگر جنهایی که همکار جادوگر هستند مرا میکشند. و استاد میگویند من به او گفتم من به تو آیت الکرسی را یاد میدیم، اگر آن را خواندی یگان جن به تو ضرر رسانیده نمیتواند. سپس آن جن گفت من از این میبرایم و به داخل تو میدرایم. و استاد میگویند من به خود باور داشتم، برای اینکه ذکرهای صبح و شام رو میخواندم. من گفتم اگر توانستی به من داخل شو. یک بار میگویند جن یعنی با صورت همون زن به گریه در آمد و گفت تو همین روز 100 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر رو خوانده بودی. این دعای خوانده ات نگذاشته ایستاده است که من به داخل تو داخل شوم. پس این دعا را پیامبر هم میگویند هر کسی که در یک روز 100 بار بخواند از شیطان قلعه می شود، به او شیطان نزدیکی کرده نمیتواند. دعاهای زیاده هستند که در صبح و در شام خواندیم و ما هرگز نه سحر نه جادوی تاثیر کرده میتواند. اما این را بدانیم که وقتی که انسان از حد زیاد غضبناک شد و یا از حد زیاد ترسید و یا از حد زیاد به گناه آمیخته شد و یا از حد زیاد از عبادت خود را دور کرد و در غفلت ماند، به او شیطان هم تاثیر میکند و جن هم و سحر هم. و خودی همون جنی که در این قصه با استاد واحد عبدالسلام صحبت کرده است گفته است که من همیشه انتظار بودم که کی همین زن به حالت ترس دچار می شود و داخل شوم. وقتی خیلی یک بار ترسید من داخل شدم. پس سحر اساساً در خانواده برای جدا کردن زن و شوهر اجرا می شود و برای پیشگیری آن حتما فضای خانه باید
فضای ایمانی باشد. در آنجا از همه کمتر در یک روز یک پاره و نیم پاره یا یک جزء و نیم جزء قرآن اگر خودتان خوانده نتوانید هم در تلفن باشد در خانه صدا دهد. و این چنین انسان هایی که نمازخوان هستند با طهارت خواب میکنند، ذکر صبح و شام مخصوصا لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر تا 100 بار در یک روز میگویند، هرگز به آنها نه سحر نه جادوی تاثیر میکند. و این را بدانید که حضرت عایشه میگویند وقتی پیامبر سحر شدند و به زنهای خود نزدیکی کردن نمیتوانستند، خیلی خیلی دعا کردند که پروردگارا به من کمک کن از این سحر من نجات یابم. و الله در خوابشان نشان داد که همون سحری که تو را کرده اند در زیر درخت است. پس در تمام کتاب های سحر، در فتح الباری هم در زاد المعاد هم پیدا کرده میتوانیم در باب سحر که بهترین راه خلاصی از سحر این است که شما را در چه حالت چگونه سحر کردن آن را پیدا کنید و سوزانید. بسیاری ورقچه ها را نشان میدهند، بند و گره را نشان میدهند، بعضی نمود خوراک را نشان میدهند. اگر دیدید میتوانید این را نابودش کنید، دیگر سحر هم خلاص میشود. اما نمودی چگونه سحر میکند؟ به طریقه شیطان یا به طریقه جینی که دیگر خادم فالبین است. یک نفر میرود و به فالبین میگوید فلانی را از فلانی جدا کن. فالبین هم به جین امر میکند که برو آنها را از هم جدا کن. جین میتواند یگان خوراک چیزی را یا به آنها در خوراکشان آمیخته کند، یا اکثریت وقت خیلی که پیامبر را کرده بودند موی زنک یا موی مرد یا یگان لباس مرد را می آرند و به آن دعاهای مخصوصی کفری خود را میخوانند و 2 نفر را از هم جدا میکنند. و اینجا سحرهای دیگر هم هست. سحر محبت، یک انسان جادو می شود که 2 نفر، یک نفر به یک نفر چنان عاشق می شود که از او دل کنده نمی تواند. یا اینکه سحری که انسان به خاموشی دچار می شود، مدت های دراز با کسی صحبت نمی کند و طریقه معالجه آن و چگونه خانه های خود را از جن و از سحر نجات دهیم، از کودکمان شروع کرده تا بزرگان، انشاءالله در برنامه های دیگر با هم صحبت میکنیم. اینجا بعضی از سوال ها آمده است، انشاءالله به پاسخ سوال ها شروع میکنیم. سوال اول، گپ های فالبین های هست که راست میبراید، با راست برآمدن فال هایشان مشهور شده اند و این چی میگوید؟ البته چه خیلی که گفتم، فالبین ها با راه جین کار میکنند و جین ها بعضی از آینده را دیده می توانند، برای آنکه قدرت آنها فوق العاده تر از ما هست و آنها می توانند حتی از صوت قلم تقدیر را بشنوند. در این باره در سوره جن آمدگی هست. بعضی گپ های آنها راست برایت هم شما یقین کنید که این سخن فالبین نیست، این سخن جینی هست که فالبین همراه آن کار میکند و همراه جین کار کردن به او به او به پول آمدگی نیست. او فالبین برای این مشهوریتش را به دست آوردن، با این جین ها همکاری کردن، اول به یک چند کارهای کفر می دود، سپس یک جین را به او همچون خادم می دهند. برای همین فالبین سخنی راست گفت اما از خودش نه، از جین گفت که جین به او کمک کرد و این گناهی کبیره است و گفتیم حدی خود فالبین در شریعت حتی گردن زدن است. امیدوارم که فهمیدید پاسخ سوال را. سوال دوم، با فالبینانی که در دهه امان زندگی میکنند و به خانه اشون کلینت قبول میکنند چگونه مناسبت کنیم؟ اگر موضوعی بود که ما در یک دولت اسلامی زندگی میکردیم، البته که از طریقه ماموران میتوانستیم ضد آنها کار بریم، ولیکن فالبین با آن کفری که دارد شاید توبه کند. فالبینان زمان موسی توبه کرده بودند و الله آنها را داخل جنت کرد. برای همین تو میتوانید با حکمت خود فالبین را دعوت به اسلام کنید و این چنین در بین مردم آشکار حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند در بازار است، کسی که به نزد فالبین رفت و فالبین را تصدیق کرد، راستگو گفت، او به آنچه که به محمد نازل شده است کافر می شود. خطر بودن به نزد فالبین رفتن و این عمل انسان را از دین برآوردن را تا می توانیم در بین مردم همگی پهن کنیم که مردم مبادای ایمان خود را از دست ندهند. پس کار شما
سوال دهنده عزیز، هم دعوت کردن فالبین به قدر استطاعت، هم رسانیدن به مردم که این کار گناه کبیره حتی انسان را از دین میبرارد. سوال دیگر، دوای سحر را هم فهمانید تا مردم گرفتار چنین بیماری دوایش را یابند. به فکرم سوال کمتر پیشتر آمده بود. من دوایش را تا اندازه گفتم که حتما باید فضای خانه شما از روزی که فهمیدید سحر دارید، فضای خانه فضای اعتقادی اسلامی گردد. در خانه صورت ها وجود نداشته باشد، صورت هایی که آویزان کردگی هستند. در خانه که صورت آویزان است به آنجا ملائکه داخل نمی شود. در خانه موسیقی نباشد. در خانه کارهای گناه از سیگار و از شراب نباشد و سوره بقره حداقل 2 ساعت در خانه صدا دهد و خود کسی که سحر شد هرگز ناامید نشود. پیامبر هم سحر شده بودند و شما ان شاء الله که با دعا و با آیات های قرآن شفا میابید. فقط حتما باید به نزد برادران و یا اهل علم روید که آنها قرآن و سنت را خوب میدانند. آنها کسبشان جنخوانی نه، آنها فالبین نیستند، اما قرآن و سنت را خوب میدانند. با خواندن آیات ها رقیه های مخصوص شما را از این سحر نجات میدهند. و البته که خیلی که گفتیم هر روزه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر 100 مرتبه هرگز تنبلی نکرده هر یک نفر اعضای عائله باید بخواند و همیشه به جای فکر کردن که به نزد فالبین روم تکیه به الله کنید که الله میتواند که هر یک فالبین و هر یک جن را به یک کن فیکونش نابودش کند. و سوال دیگر، کدام سوره ها رو خواندن در کار؟ سوره فلق و ناس و باز کدام سوره ها؟ درباره سوره ها، سوره فلق و ناس 7 بار 7 بار، سوره فاتحه 7 بار، آمن الرسول 7 بار، اولی سوره بقره هم الف لام میم 7 بار، این چنین از سوره اعراف آیات های مخصوص، یعنی سوره های زیاده هستند که و خودی همین فلق و ناس رو اگر دانید هم تا 7 باری خوانید ان شاء الله که انسان خیلی زود از خودی سحر نجات مییابد. سوال دیگر درباره گیپنوز چی میگوید؟ من در اینجا درباره گیپنوز هم گفتم که یکی از نمودهای سحر دیگر گیپنوز می باشد. گیپنوز چشمای مردم را میپوشانند و میگویند الان درباره این فکر کنید، درباره اون فکر کنید، از آینده صحبت میکنند. خود گیپنوزیست ها هم گویم از ساحران عصری ما هستند. نه به نزدشان رفتن جایز است، نه سخنی آنها را راست گفتن جایز است، نه گیپنوز چی شدن جایز است که همه اش سحر است و به طبقه های سحر داخل می شود. سوال دیگر، اگر از راه دور جادو کنند تاثیر می کند؟ از روی عکس التماس جواب دهید. البته که جواب می دهم، حاجت به التماس نبود، لیکن البته که یک نمودی سحر از روی عکس است. عکس فلانی رو به من بیار میگویند، یا که خودی جن، ما گفتیم ساحره ها فالبین های حقیقی، انشاءالله که فالبین های اکثریت تاجیکستان دروغین هستند، هیچ جن هم ندارند، لیکن فالبین های حقیقی آنها با جن کار میکنند و جن میتواند صورت را دزدیده بیارد و صورت را هم از دور استاده میشود. جن ببخشید خودی سحری که در تاجیکستان کرد، شما در روسیه باشید اثرش به روسیه رفته میرسد. یعنی خودی جنها اگر درباره قصه سلیمان خانم در یک لحظه، یعنی در یک لحظه از آن سوی دنیا به این سوی دنیا حرکت کرده میتوانند. خیلی قوت فوق‌العاده در حرکت دارند. برای همین اینها میتوانند که از دور هم سحر خود را کنند، به شما ضرر رسانند. برای همین همیشه هر یک خانواده بیاید برای پیشگیری از سحر تمام این از قرآن و از دیگر نماز و تمام عملها را برای خود وظیفه هر روزه قرار میدهیم. سوال دیگر، مولا هم جن رو میبرارند یا فالبین دیگر است و مولا دیگر است؟ در این باره من جواب دادم که غلطی بزرگ در تاجیکستان این است که مولا و فالبین را مردم جدا کرده نمیتوانند. اساسا در عرف تاجیکستان مولا گفته نفران نماز خوان، نفرانی که قرآن میخوانند، ذکر میکنند، سنت را میدانند را میگویند. فالبین باشد، فالبین فقط با جن، با شیطان، با ابلیس کار میکند. مولا قرآن میخواند، از روی قرآن کار میکند. بین این دو نفر فرق کنید. یکی حکمش کفر است، دیگری از اولیای الله است اگر کارش همه‌اش از روی قرآن و سنت و گفته های پیامبر و اصحاب پیامبر باشد. سوال دیگر،
زنی که علو میگرداند وی هم فالبین است. یک نمودی فالبینی اما سبکتر است. برای آنکه علوگردانیدن هم کمک خواستن از آتش است. علوگردانی یا آتشگردانی خیلی مشهور است، از همون دورهای خود زردشتی به مو آمدگی هست و مقصد از آتشگردانی میگویند ترسیدگی هایش می رود و این انسان شفا می یابد که در این وقت شفا را از آتش پرسیدن است و از نمودهای هم شرک هم خودی فالبینی داخل می شود و همون کرنه عادی که در تاجیکستان هست به شاخه های خودی فالبینی داخل می شود که انشاءالله در این باره هم یک موضوع کامل با هم صحبت میکنیم که این موضوع خاص است به موضوع حسد و چشم، نه به موضوع سحر و جادو. سوال دیگر، یگان چیزتون دزدیده شود. فالبین های هست که دزد را یافته می دهند، چیز را یافتن در کار، میلیسه پروای تو را ندارد، مولا این کار را نمی کند، پس چی باید کرد؟ کسی که این سوال رو داده است، من گفتم که خودی فالبین ها با جن کار میکنند و آره چیز رو پیدا کرده میتوانند به یاری جن. اما آیا یک چیزی که شما گم کرده اید میتواند برابر ارزش ایمان شما باشد؟ که یک چیزم رو من پیدا کنم گوید و به نزد فالبین روید، فالبین رو تصدیق کنید و همین حدیثی که کمی پیشتر خوندیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی به نزد فالبین رفت و او را تصدیق کرد به آنچه که به محمد نازل شد کافر شد، به اینجا داخل شوید. یعنی چیزی گم کرده خودتان را انسان میتواند با دعای زیاد کردن و فراموش خاطرش را یک جا آوردن و یقین دانه چیزی شما حلال باشد به دستتان آمده میرسد. هر چیزی که حلال گم کردید شما پیدا میکنید، اما به نزد فالبین نروید، برای اینکه با یک رفتن و تصدیق کردن ایمان شما دیگر هباء منثورا نابود شده میرود. لیکن وقتی دعا کردید، یقین کردید که پروردگارا مالی حلال من بود به خودم برگردان، این رو بدانید که هر کسی که کار رو برای تقوا کردن ترک کرد، الله از آن بهترش رو نصیب میکند، از آن هم بهترش رو به دست شما می آید. و سوال دیگر، با دمهایشان باشد، با دمهایشان تبابت میکنند، آیا این درست است؟ با دم یعنی نفس زدن، قرآن رو خونده نفس زدن، ذکرهایی که پیامبر گفتگی هستند خونده نفس زدن، این رو پیامبر کرده بودند. پیامبر ذکرها رو میگفتند یا خود قل اعوذ برب الفلق ناس رو میگفتند، به کف دستشان صف میکردند، دم میزدند، به بدنشان میمالیدند، حضرت عایشه هم میکردند. این رو نفرهایی که قرآن میخوانند از نفس قرآن به دست زدن جایز است. اما فالبین وقتی این رو میکند و قرآن نمیخواند، قرآن خواندن یک چیز دیگر رو به آن آمیخته میکند. فرق کنید بین دم تبابت کردن با دم فالبین و تبابت کردن با شخصی که قرآن میخواند. و کسی که با قرآن دم انداخت این جایز است، پیامبر کردگی هستند، اما فالبین خودش استادشم گناه هست و تمام نفسهای خبیثشم. سوال دیگر، چرا در تیوی و رادیوهای تاجیکستان همین خیل برنامه ها تشکیل نمی کنند؟ سوال کننده عزیز، کاش من هم به همین سوال جواب میافتم، ولی خیلی که میدانیم مردم تاجیکستان یا خود آنهایی که در راهبریت تاجیکستان هستند به جای این برنامه های رقصی را دوست می‌دارند، یعنی مردم را با رقص سرگرم کردن را دوست می‌دارند که برنامه های تربیوی یا درباره این چیزها فکر میکنند شاید به گوش مردم رسید، مردم کمی بیدار می شود، کمی از احوال مظلومی خودش بخبر می شود. و سوال دیگر، مرا سحر کرده بودند، من به زنم نزدیک شده نتوانستم مدت 3 ماه. البته که این یکی از شهادت‌های واقعی هست، کسی که سوال رو داده است خیلی که گفتیم سحر حقیقت دارد، پیامبر هم به این حالت گرفتار شده بودند و البته که یا انشالله امید داریم که بهتر شدید و راه‌های نجات یافتن از سحر را کمی پیش گفتیم و کاملا باز در برنامه آینده با هم در این باره صحبت میکنیم. السلام علیکم خواهری عزیز، اگر پایی با طهارت خوب کردی آید گوش کنیم خوب کنیم می شود؟ انسانی که طهارت ندارد با زبانش قرآن خواندن می شود، یگان مشکلی ندارد، فقط به قرآن به طهارت دست دادن را جمهور علما منع میکنند. ولی در ما حدیث صحیح در بخاری هست که
پیامبر از خوابشان خستند و یک باره آیت‌های از سوره آل عمران خواندند. طهارت نداشته باشید هم شما قرآن گوش کنید می شود، با پای طهارت گوش کنید هم می شود. مهم طهارت ببخشید. قرآن همیشه در خانه ما اگر صدا داد، یقین بدانید که به خانه ما نه شیطان نزدیکی کرده می تواند، نه جن، نه چیزهای دیگر. در کشورهای در مرز زمین خریده ایستادند، اما ما تاجیکان سحر و جادو و فالبینی را رکلام داریم. این را به فکرم نفری میگوید که خودش بیشتر از این خیل برنامه ها دوست می‌دارد رقص و گل دسته و دیگر پیشوازگیری بالگی در بالا ایستاده ها را. اگر برای شما معقول نیست پس گوش نکنید، بهتر است. اما ما یقین می‌دانیم که در خود اروپا هم کالدون دارند، درباره سحر و جادو صحبت میکنند، پالنالونی یا پر شدن مختوب را انتظار دارند. در خود اروپا هم این چیز هست و در تمام دنیا سحر و جادو بود و هست و مردم تاجیکستان از این خیلی اذیت میشوند و اعتقاد خود را از دست داده ایستادن، اعتقادی که خیلی مهم است. برای همین ما خواستیم در این باره برای مردم به سمعشان برسانیم، ولیکن متاسفانه انسان‌هایی هستند که نه به مرز رفته رسیده توانستند، نه از سحر و جادو خبردار شده توانستند. ما که به مرز رفته نتوانستیم، حداقل بیاید از فالبین ها بخبر شویم که اینقدر مردم را غارت نکنند. دیگر یک کریم رحیم تاجیکستان میگوید اگر سحر کرده باشی میشوه با طرز ذکرهای صبح و شام بیکارش کنیم. خودی سحر خودش سحرهایی هست که خیلی قوی هست، خیلی قوی است. به زندگی پیامبر نگاه کنید، با اون که پیامبر بودند در فتح الباری حتی تا 6 ماه دوام کرد میگویند سحر پیامبر، اگرچه در دیگر کتاب ها تا 40 روز هم آمدگی هست. برای همین بعضی سحر قوت شما یا ذکر صبح و شام شما سبب می شود که سحر به شما نآید، اما یکی سحر آمدمان بعضا خودتان نمیتوانید. برای همین بهترین میشد اگر یک چند برادرهایی که گفته استادم، برادرهایی که جن خانم مشهور کسب و کاری آنها جن براری نه، برادرهایی که اهل تقوا هستند به نزد آنها روید تا از سوره های قرآن برای شما بخوانند. لیکن یقین داشته باشید که وقتی شما دعای زیاد کردید، به خود الله تضرع کردید، انشاءالله که سحر هم بیکار می شود. اما برای باز به قوت شدن و یا زودتر خلاص شدن از سحر خوب می شد کمک طلبیم از برادرای ایمانی خود یا از نفرانی از قرآن با خبر که آنها البته که پرسیدن از آنها یگان گناهی ندارد. سوال دیگر، من همه وقت خسته و کتفایم و نافم و پایهایم می سوزد، همین از چه سبب باشد؟ شاید سببش سحر باشد، شاید سببش حسد باشد. درباره حسد هم انشاءالله با هم صحبت میکنیم. اما اگر شما در این وقت به طبیب مراجعت کردید، طبیب متخصص، و او گفت که هیچ بیماری جسمی ندارید، در این وقت البته برگردید به ذکر صبح و شام گفتن، در وقتش نمازها رو خواندن، با طهارت خوب کردن، حداقل 1 صحیفه یا 2 صحیفه قرآن خواندن. اگر سحری است، اگر در اینجا حسد و چشم است، از بین می رود. لیکن شنوندگان عزیز حتما باید بدانیم که همه چیز رو سحر و جادو گفته نمی شود. گاهی در حقیقت انسان بیماری روانی دارد، اعصاب انسان بیمار است، وی بیمار تولد شده است یا از جای افتید یا خدای نکرده مشکلات شد و وی حافظه خود را از دست داد. همه بیماری ها را بالای سحر و جادو آورده نمی شود. حتما هر نفری که بیمار شد برابری آن که به طبیب مراجعه می کند، به یک نفری که متخصصی ساحه دانستن این سحر است، این چشم است، از قرآن میداند، به او هم مراجعه میکند. همیشه نمیتوانیم همه چیز را گوییم این سحر است. یعنی سحر هم هست، بیماری های جسمی هم هست که به طبیب هم حتما باید مراجعه کنیم. سوال دیگر، من در یک روز تا 3000 بار سوره ها را میخوانم ولیکن برای کارم نیست، هرچی حرکت میکنم ولیکن عاقبتش حالا نیست. درباره برای کار نه، درباره سحر و جادو صحبت داشتیم، ولی برای کار این را بدانید که رزق الله تقسیم شده است. گاهی می شود که با یک حرکت های کوچک رزق به دست شما می آید، گاهی می شود که با حرکت های خیلی زیاد، ولیکن این را بدانید که رزق انسان مثل اجل انسان موافق حدیث
پیامبر انسان رو کوفت و کوف میکند. تا زمانی که همه رزقتان رو به دست نگرفتید شما از دنیا هرگز نمی روید و الله یگان بندش رو به رزق نآفریده است. خواه و نخواه رزقی که برای شما مقدر است، شاید کم باشد شاید زیاد، اما به رزق نیستید به شما می آید. مهم این است که صبر کنیم و شکر کنیم. لئن شکرتم لازیدنکم. وقتی شکر کردید به آنچه که در دست است، در دستتان هست، قناعت کردید، حتما بدانید که الله زیاده میکند. این وعده الله هست. اما سوره ها رو تا چند بار خواندن برای رزق این چیزها نیست، لیکن دعا برای رزق هست. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وزلع الدين وغلبة الرجال. وقتی ابو امامه خیلی قرضدار میشوند و در کنج مسجد حال افتاده می نشینند، پیامبر میگویند این وقت چی کار داری ابو امامه در این مسجد؟ همه به کار و زندگی خود مشغول است. ابو امامه میگویند پیامبر الله، مرا خیلی خیلی غم ها احاطه کردند، قرض ها بالای هم در گردن من هستند. من به خاطر این همه مشکلی هایم کم رزقی گویم قرضداری در اینجا هستم. پیامبر میگویند این دعا را صبح شام بخوان، بدان که از قرض ها نجات میشوی، غم ها تو را رها میکنند. ابو امامه میگویند من گفته پیامبر را کردم، صبح و شام این دعا را خواندم، دیر نگذشت که از قرض ها هم نجات یافتم و هم غم هایم برطرف شد. و این دعا دعای حدیث صحیح هست، میتوانید از این دعا استفاده کنید. سوالی گمان کنم آخرین، آدمی جادو شدگی چه خیل خود را تبابت کند؟ در این باره پیشتر هم گفتیم تبابت کردن آدمی جادو شده البته که با نمازهایش را در وقت خواندن، با طهارت خوب کردن، فضای خانه را فضای اعتقادی و اسلامی کردن، یعنی سرود موسیقی از آنجا گم شود، صورت ها پورتریت های در دیوار بوده گم شود، در خانه حداقل سوره بقره چند بار گوش کنانیده شود و می توانید به نفرانی که از قرآن و سنت با خبر هستند و انسان‌های تقوادار و حلال خور هستند و آنها مراجعت کنید که من به همین حالت گرفتار شدم و حتما هر برادری که قرآن خوان هستید و یقین میدانید که شما حق کسی را نمیخورید، بدانید که شما میتوانید به خواهر و برادر مسلمان خود کمک کنید در برآورده کردن سحر. برآوردن سحر از یک نفر این متخصص نمیخواهد. پیامبر متخصصی این نبودن، حضرت عایشه متخصصی این چیز نبودن، صحابگان نبودن. یعنی هر یک نفری تقوادار می تواند یک خواهر و برادر سحر شده اش را با خواندن آیت ها نجاتش دهد. برای همین این را کسب معین مخصوص نکنید که فلانی بروید فلانی است، که این هم رفته رفته به یک اعتقادی تبدیل می شود. یک نفری که تقوادار است از او خواهش کنید که برایتان بخواند و خودتان هم حتما سبب ها را خیلی که گفتیم ذکر صبح و شام و نمازها را در وقتش انجام دهید. شنوندگان عزیز، پاسخ به سوال های شما بود عزیزان و یک برنامه بود درباره شناخت سحر، تاثیر آن، شناخت ساحره های عصر و انشاءالله نمودهای دیگری سحر هم هستند که چه خیلی که گفتیم سحر محبت، یک بار محبتت زیاد می شود، سحر مثلا غم و اندوه انسان تمام دنیا رو ترک می کند و کنج خانه نشین می شود، سحری که انسان دیگر زبانش رو گم می کند. این نمودهای سحر دیگر در این باره انشاءالله در برنامه آینده آستانه در همین وقت با هم صحبت خواهیم کرد و امیدوار هستیم که از برنامه های ما فایده میگیرید و در حق تمام کارگردان خود پیام دعاگو هستید. شمایان را به الله یکتا می سپارم، خودتان را، عزیزان خودتان را از سحر و جادو، از تمام بدی ها الله نگهبانتان باشد، خودش محافظت کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. Mm-hmm.